اناستاسیا میرزایوا بار اول است که به قلعه حصار می آید. چند روز پیش از اسکندرکل و ساحل بحر تاجیک برگشت. او یکی از جهانگردان است که پاندمی کرونا ویروس نقشه سیاحی او را تغییر داد. میخواست امسال تعطیل را در اروپا گذراند، اما به نظر می رسد از اجرا نشدن نقشه‌اش چندان آزرده نیست. Мне, в принципе, нравится наш Таджикистан за его горы, за его природу. Я обожаю ездить, я сама за рулем, я сама ездила, можно сказать, повсюду на своей машине. Это очень увлекательно, забавно. پاندمی کرونا ویروس و بسته شدن راه‌ها شمار جهانگردان خارجی را در موضع‌های سیاحی تاجیکستان به مراتب کم و در عوض تعداد گردشگران داخلی را افزایش داد. در روز جهانی توریسم سیاحان تاجیک میگویند امسال مجبور شدند سفر به انطالیه و دبی را با رفتن به کوههای بلند، کل و دریاها و مکانهای تاریخی تاجیکستان عوض کنند. قلعه حصار در کنار دوشنبه از مکانهای اصلی بازدید سیاحان داخلی و خارجی است. بیشتر سیاحانی که به تاجیکستان میآیند حتما از اینجا بازدید میکنند. مسئولان این مکان تاریخی گفتند که با سبب پاندمی کرونا ویروس تعداد سیاحان خارجی به مراتب کم شد، ولی در عوض تعداد سیاحان داخلی افزایش یافت. بیشتر یادگاری ها اکمل حامدوف مدیر آثارخانه قلعه حصار است. میگوید تا ماه مارس آنها 500 مهمان خارجی را قبول کردند، اما در 6 ماه بعد از آن همگی 50 سیاح خارجی به قلعه حصار آمدند. در ممنوعگاه چی است که آنها می آیند؟ یکم تاریخ، دوم مثلا دل خوشکنی، این از جمله از سواری هست در داخل قلعه حصار که شمار مثلا مهمانانی که هر سال کم دیده میشد، آن نفرانی که بیشتر صاحب کاران، مثلا نفرانی که در خارج فعالیت میکردند، شمار آنها زیادتر. جهانگردان تاجیک گفتند شرایط مکانهای سیاحی تاجیکستان طلبات آنها را چندان قانع نمی کند. به این خاطر کم نیستند افراد به مثل حبیب الله ناروف که تا حال به استراحت در خارجه برتری میدهند. انطالیا که با دولت‌های اروپا بود استراحت تماشا مثلا رفتن در کار. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر تلاش دارد درآمد از بخش جهانگردی را بیشتر کند. به این خاطر به ساحه توریسم چندین امتیازها داده شد و سالهای اخیر تعداد شرکت‌های جهانگردی هم افزایش یافت، اما پاندمی کووید 19 بازار جهانگردی را در تاجیکستان سرد کرد.